شرکت کننده شماره 1. با سلام هوشنگ فرشته. شماره 2. با سلام جمشید سرشته. شماره 3. با سلام سعید برشته. بسیار خوب. سوال اول، دستا روی زنگ آماده باشین. معلومه که با آمادگی کامل آمدین. سوال اول، اتم 3 جزء داره. من 2 تاشو میگم، شما 3میشو میگید. الکترون، نوترون و سدیم، مگنزیوم، هلیوم، لیتیوم، کالیوم، پتاسیم، آلومینیوم. جدول مندلیوف مخوان همش بگی، مثل فامیلی خودتانه. فرشته، سرشته، برشته. خب من همینه میگم. الکترون، نوترون، اوزون برون. اوزون برون. اوزون برون تو اتم چه غلطی میکنه؟ اصلا چه معنی داره؟ معنی نره ولی وزن که داره. خودت گفتی وزن. این هم وزن داره هم طعم. خوردین آقا اوزون برون؟ من بیشتر اصطلاحات دوست دارم. خوشمزه است. حتما بخور. حتما استفاده کن. راهنمایی میکنم. جهنم ضرر. سه حرف اولش پروتکل الحاقی انرژی هسته‌ای که در سال 1955 میلادی توسط اعضای شورای NPT به رسمیت شناخته شد و تمامی اعضای این شورا موظف به رعایت کلیه مفاد این پروتکل هستند. او عینکت هست. تاته میکنمش تو حلق نفست بالا نیادا. جان مرگ. کم فسفر بسوزن. کاریکاتور. آقا جوابش میشه پروتون. تمام. پروتون که ماشینه. برای چه اطلاعات غلط به مردم میدی؟ راست میگه. بله آقا پروتون اسم ماشینه. آقا بیا اصلا نگاه بکنیم این راست میگه. این جوابشو ببینیم. الکترون، نوترون، پروتون راست میگه. ببینن سوال بعدی جمهور میکنیم. آره بابا سوال بعدی بذار بگم. بفرمایید سوال بعد. سوال بعد، شهری بزرگ و بندری در کشور لیبی. چیزه مردین؟ اگه بچه‌ای هم بپرسی میدانه لیبی کجاست و این شهر کجاست. اولش با ب شروع میشه. بارسلون هم شهر بزرگیه هم بندریه و طبق آخرین اطلاعاتی که بنده به دست آوردم در طی 5 سال گذشته بالغ بر 350 میلی لیتر بارندگی داشته و این در کل اروپا بی‌نظیر بوده. ضمناً این شهر یک تیم فوتبال هم داره به نام بارسلونای اسپانیا. او آروارت ببند. کی گفت بیای توی مسابقه؟ کسی بهش گفته خیلی بلدی؟ یه راهنمایی میکنم آقایان. خوب توجه بکنین. کشور لیبی که تو قاره آفریقاست. این شهری هم که ما میگیم بندریه تو لیبیه، یه سرهنگ دیکتاتوری بود که اهل همین شهرم بود. سرهنگ اگه که میشناسین این آخر تو یه لوله‌ای درش آوردن. این سرهنگی که الان شما میشناسینش تو همین شهر بوده. این شهری که مد نظر ماست شهر بندریه. اولش هم بن سرهنگ بن لادن، سرهنگ بن جانسون، سرهنگ بن، مستر بن. شهر بن قاضی. سوال بعدی آماده باشید. بازیکن برتر فوتبال جهان که بین سالهای 2009 تا 2012 توپ طلا رو مال خودش کرد. آقا جان مادرت اگه عصبانی نمیشی اولش بگو. لی. بروسلی. مرد حسابی. فرض بری میذاریم که اصلا بروسلی شما هم درست باشه. لی که دومی قسمتشه. آقا شما که نگفتی لی ازیور یا ازور؟ ازیور سمت راستش. لینچان. او که شمشیر باز بود. یعنی فوتبال بلد نبود؟ من چه میدانم؟ انگار من شیچین و لوتا و چه میدانم حسانیانگم. مرگ. راهنمایی میکنم. اسمش لیونله. فامیلیش شما بگید. اول فامیلیش هم میه. لیونل مهدویکیا، لیونل مایلیکوان، لیونل مسی. گفتم اسمش آشناست. آقایان من قلبم ناراحته. رحمتان به زن و بچم بیاد. اگر میدانین سوال نمیتونین جواب بدین بریم پی کارمان. آقا جواب بدیم. بگو جایزه ببریم. بله. آن چیست که سر تا سر آن جمله زبان است؟ مادر زن. خیر. آدم نیست. آن چیز که سر تا سر آن جمله زبان است. شامپانزه. کوالا. فکر بکنم گوریلا. آن چیز که سر تا سر آن جمله زبان است. اولش هم با آ شروع میشه. آفتابپرست. آفتابپرست دیگه آقا. زبان داره به اندازه جنابالی. پشن تو 2 متری میگیره و قورت میده. راهنمایی میکنم آقایان.
از عناصر اربعه است. عناصر اربعه را که میشناسین؟ بله آقا میشناسیم. بله. خب بگو ببینم متفکر جوابش میشه چه؟ آب، خاک، باد، آتش. همین آفرین. بگوش یه بار دیگه بگوش. آب، نه خاک، اینم نیست. باد. همین که الان میخوای بگیش آخرش گفتیش. آقا دیگه آخری نداره، همین هاست دیگه. آقا من به جز اینا چیز دیگه گفتم؟ نه دیگه 3 تاست، آب و باد و خاک. بله من خودم تمام. دقت کردم. به جان مادرم تو گفتیش آقا. اولش هم سرته اولش آجر. چطور؟ آجر دیگه صرف. به اولش هم آس، با آب و خاک درست میشه، با بادم خنک میشه. همین آجری که میگی با چه پخته میشه؟ آفتاب. آهای اگه اسم دیگه قلپوس چیزه؟ آقا این سواله. آره پروتکل بنغازی. لیونل اربعه. سرهنگ آفتاب پرست. طرف مثل که مشکل داره. روانیه. بعد معلوم نشه کی برنده شده. من فقط یه سوال بلد نبودم. یه سوال.